دوستان عزیز، خوش اومدین به یه اولین ویدیو از کانال من، کانال جیزد. من رسو هستم و اومدیم اولین ویدیو کانال منو بریم. قراره اومدیم با بازی، حالا نمیدونم زبان راستش زبانم خوب نیست، ولی اینجوری که میاد این بازی کلا فقط 5 دقیقه است. اسم ما میشنویم و ما میبینیم همچین چیزاییه. کل بازی 5 دقیقه است. بریم بازی رو شروع کنیم. لطفا قبل از اینکه چیز کنیم لایک و ساب یادتون نره. خب مثل کیا الان من نگاه کنم بگیرم اشتک. نایس هست. همه کلا زده. اینا رو چه تو بود میره ببین چی میگه. خجالت کشیده این بنده خدا. ای چه کاری؟ اوه جاستون چیه؟ نه کجا میری؟ چی؟ رفیقا شما ملت کلا زدن خوشگاه کنم عکس بگیرن. مردم از کلا زده کردیم، خجالتیشون کردیم. دیوونه است چیه؟ شبیه نور بیکه اتک چرا نجات پرستانه چرا؟ از مربا ترسم. اینو نگاه من بعد از این عکس بگیرم. اوه عصبی شد، نجات پرستانه شد. کسی به مردم به این چیزا نمیده. داشت خوبه دوستی و روانی. این قد دایره از مربعات میشه رفتن یا بشناس. خدا شکر. دوست باشید پیشمان بابا بی خیال یه قرار را واسه کنم. اون فکر کنم باید صحنه همون لحظه بگیرم مثلا برم داخلش میده. ای بابا همه اصلا بدست همه میخوام همه بکشن. همه اصلا بدست دو برابر تبیدن شاید این نفرت کشی چیز ای کلایی هست همه اقل کنم تو کم تو عکس ازش بگم مردم بیشتر تو کلایی کن. خب چکار میکنی؟ ها دیگه جنگ همه عصبانی همه متنفر هیچ پسیش این روشو هیچ کرد هیچ میکنه یارو سازندش نه تیمم چند سه مای پلیس
رفرانس یا اینا افرادی هستن که حالا این بازی انگار ساختن یا کمک کردن توش ساپورت کردن. اندلاست نالاست ممنون بابت بازی کردن. آخ نگاه همه مردن این دکتر دیوونه. ای نگاه اون لاشیه بود کلاهیه همه رو کشه الا خودش. وای نیست باید تو کمک کنی تمام بکن. خیلی بد تموم شد ولی نتیجه اخلاقش میدونی چیه؟ اخبار نگاه نکنید والا یعنی مثل آدم نگاه این دفعه کار دیگه کنید. اون یارو اینقدر ازش عکس میگم اول نمید کنید اون یارو هم نمید عکسه حواسم باشید چیا دارم میکنم. بابا تازه کلاه کرده بودم سرشون. آن باز این دیوونه اومد. بیا از این دیوونه عکس نگیریم بذار اینا باشن میترسن دوره عکسشون بگیرم اینا میداز برن. یه عکس عادی بگیریم حساب منو خب آدم عادی. این دوتا اصلا دور شدن مثل الان دورن عکس ازشون بگیرم چی میشه؟ دارید تونه جاده تو الان این دیوونه رو من چطور رو میکنم؟ اتفاق خواستم نفته همین دوتا یعنی فقط همین آخرش باید همون بکشم. عکس رو دیدم میدیدم یه آدمی دیگه هم فکر کنم میشد گرفت. بابا این دیوونه همین خب الان رو اینا آدم ها عکس بگیم به چیزی میشه رو اینا هم بگیرم باز همون میکشم. یه وقت کلاهی ها رو از بین ببرم. این کلاهی ها نباشه چی میشه خیلی قشنگ میگم بنده خدایی کلاه داشتش الان تیر زدم تو کلاهی. بذار به مربع ها دار این مربع خوش بذار ببینم مربع دیگه داد بزنه چی میشه. فقط دایره رو داد میزنه. فقط دایره خیلی باز به دایره چیز شد تو چی میگی بابا حشره با یارو نگرانه بایستا نمیشه استوپش کرد. خب دوستان ممنون تا اینجا نگاه کردین. من والا راستیتش نفهمیدم باید چیکار کنم یا نمیدونم ولی باز حالا امتحان میکنیم اگه چیز شد یا آخرین ویدیو ادیتور میزن اضافه میکنه یا اگرم نشدش یه دونه کلیپ شورت جدا براتون میزنم. مرسی تماشا کردین. این اولین کانالم بود. اگه بد بود خواهشام بزرگی خودتون ببخشید. امیدوارم ساب کنید و ویدیو جدیدمون رو ببینید و از ما حمایت کنید. لایک و ساب فراموش نکنید. فعلا خدا